امروز به یک کافه به نام پات رفتم که بازسازی یک رستوران قدیمی به همین نام بود. این رستوران 47 سال بود که بسته بود و روی یکی از دیوارها منو قدیمی این رستوران رو گذاشته بودن و روی دیوار دیگر یه سری از آبجکت‌های آشپزی قدیمی که در بازسازی پیدا کرده بودن نصب کرده بودن. بسیار پرسنل با ادب و بسیار فضای دلنشین و دیزاین زیبایی داشت. منو معمولی کافه های دیگه بود، ولی چند تا غذای گرم از جمله پاستا، ساندویچ های مختلف و سالاد های متنوع داشت. من ریزوتوی میگو سفارش دادم که به نظر من یکی از لذیذترین غذاهایی بود که تو این مدت در کافه ها خورده بودم. میگو به اندازه کافی پخته شده بود و ادویه های مناسب داشت و ریزوتو بسیار بافت کرمی و خامه‌ای داشت. برای دسر هم یک قهوه و کوکی که کنار آن گذاشته بودن و یک نان موز گذاشته بودن که از آرد استفاده نکرده بودن. جزء جاهایی است که خیلی لذت بردم و قطعا با آن سر خواهم زد. به شما هم توصیه میکنم حتما امتحان کنید.